عبدالقادر طلبکوف مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی و ژورنالیست توجک خواستار بازبینی قانون تنظیم، یکی از بحث برانگیزترین قانون‌های قبول شده در تاجیکستان شد. عبدالقادر طلبکوف در یک مراجعتنامه که در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر شده است گفت با مرور زمان وضع زندگی مردم تاجیک از جمله با شرافت عزیزان مهاجرانشان خیلی دیگر و بهتر شد و مردم قدرت و توانایی هرچی بیشتر را برای توی معرکه‌های خود به دست آوردند. قانون دogma نیست و باید وابسته به تقاضای زمان بازبینی شود، گفت عبدالقادر طلبکوف. خطاب به وکیلان پارلمان او افزود باید به ساکنان امکان داده شود که توی سور خود را به طوری که دلشان میخواهد دایر کنند. ژورنالیست تاجیک تاکید کرد که هر نفر میخواهد در روز تویش همه آرزو و هوس‌های خود را بشکند و این خواست ساکنان نباید با چارچوب قانون محدود کرده شود. از طرف دیگر میگوید طلبکوف افزایش خراجات برای توی معرکه ها همچنان عامل خدمت خواهد کرد که تجارت را در کشور بیشتر و جوش میدهد. عبدالقادر طلبکوف همچنین از برخی محدودیت های نوضروری در قانون تنظیم یادآور شد. برای مثال یک شاعر وقتی میخواهد زادروزش را جشن بگیرد در کجا باید تجلیل کند؟ در طربخانه ممکن نیست، در کافه‌خانه ممکن نیست، در خانه‌اش ممکن نیست. او چه کار باید کند؟ وقتی در یک حجره تنگ خوابگاه به سر میبرد. سوال گذاشت عبدالقادر طلبکوف به وکیلان پارلمان تاجیکستان. قانون تنظیم که سال 2007 قبول شد، سال 2017 جزاهایش باز هم شدیدتر کرده شد. تجلیل زادروز را تنها در حلقه عائله بدون دعوت حتی دوستان و همکاران و یا سندکاران اجازت میدهد. این قانون همین طور شماره اشتراک کنندگان توی سور و مراسم محتم را و ساعت برگزاری معرکه ها را به 3 ساعت محدود کرده است. محدود کردن جشن زادروز توی سور و معرکه های محتم از سلسله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به بعد مسخره کشیده می شود.